أينما كنا أينما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه ما برنامه رمضانی است. حدیث هایی که متعلق به روزه است بر شما پیشکش میکنیم. هدیه رمضانی می باشد که این حدیث میگذاریم که حدیث وصال میگویند. پیامبر صلی الله علیه و سلم این روزه را میگرفتند و خصوصا در ماه رمضان نیز این روزه را میگرفتند. روزه وصال این است که هنگامی که انسان صبح را سحر را میخورد، هنگامی بیگاه روزه افطار نمی کند و شب نیز روزه دار است و هنگامی دوم روز هنگامی صبح هنگامی بیگاه افطار می کند. حتی روز سوم را نیز پیامبر صلی الله علیه و سلم این روزه را می گرفتند. اما ابو هریره میگویند که حدیث در بخاری است، پیامبر صلی الله علیه و سلم این روزه را منع کردند که امتانشان نگیرد. زیرا وقتی که یکی از مسلمانان پیامبر را گفت ای رسول خدا، تو اینک تواصل، تو روزه وصال را میگیری، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند و ایکم مثلی، کدام شما مثل من هستید؟ اینی ابیت یطعمنی ربی و یسقینی، من وقتی که خواب میکنم الله مرا میخوراند و مینوشاند، شما مثل من نیستید. پیامبر صلی الله علیه و سلم الله یعنی حقیقتا طعام نمیخوراند، الله نمیخورانید، نمینوشانید، اما چون که به الله وقتی که مناجات میکردن، عبادت میکردن، به حاجت میشدن از خوردن و نوشیدن. وقتی که انسان به یک طاعت و عبادت پایبند باشد، لذتی است که از این لذت ها دور می شود. وقت گذشتن وقت هم نیز نمی فهمد. مثلا انسان وقتی که یک دوست نزدیکش را می بیند، می نشیند، وقت گذشتن وقت را نمی فهمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که عبادت می کردند و با ذکر الله مشغول بودند و این وقت میگذشت و این گرسنگیشان را اینقدر حس نمیکردند. سپس صحابگان را دیدند، صحابگان پیامبر را که روزه میگرفتند و خودشان نیز صحابگان بعضیشان روزه وصال را گرفتند که در آخرهای ماه رمضان بود که هنگامی که 2 روز روزه گرفتند هلال را دیدند، هلالی روزی عید قربان، وقتی که ماه رمضان تمام شد روزه به آخر رسید. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لو تأخر لزدتکم، اگر هلال ماه رمضان یعنی بر شما نمایان نمیشد، شبای 29 بود، من سوم روزم نیز وصال رو میگرفتم. یعنی کالتنکیل لهم حین ابوا ان ینتهوا، یعنی گویا که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان را وقتی که تو که میداریم ما هم میداریم گفتند این روزه رو میگیریم، گفتند سوم روزا نیز داشتنی بودند. بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی صحابگان مثل عبدالله ابن زبیر این روزه وصال رو میگرفتند. اما روزه وصال یعنی او حرام نیست بلکه مکروه است. کسی که این روزه رو گرفت گناهگار نمی شود. اما برای پیامبر صلی الله علیه و سلم که مشفقی مهربان بودن بر امتانشان تا که ضعیف نگردن، این منع کردن. اما روزه وصال که بعضی یک روزه یک نموده که هست رخصت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که یک شخص سحر را میخورد، هنگام صبح هنگام بیگاه افطار نمی کند و تا صبح سحری فردا رو کسی اگر داشت بر آنها رخصت است، می تواند. این را نیز روزه وصال می گویند. این بود دوستان گرامی درباره روزه وصال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.